اون علاقه زیاد داشتم به کار هنری. از بچگی خیلی فیلم دیدم زیاد. بعد از این مدتی بازی میکردیم با بچه‌ها، نقش کارگردان، آرتیست بازی هایی که بیشتر به کار هنری بخوره اینها. چون مسئله مادی نداشتم، سرمایه پشت اون مادی نداشتم، این بود که این به صورت یه عقده واسه من در اومد، شاید یه عقده بگم. و در رابطه با مسئله کلاهبرداری، آخه من میخوام ببینم که آخه یه مقدماتی باید داشته باشه. اگه جنبه کلاهبرداری باشه، یه ماشین، یه کیف سامسون، یه چیزی باشه، تیپی باشه، اما این نبوده. این رو من این قصد رو نداشتم. انگیزه شما از این که خودتون رو به جای آقای محسن مخولباف معرفی کردید، من ایشون رو انگیزه‌تون چی بود؟ بله، ایشون رو بهشون احترام میذارم به خاطر اینکه فیلم هایی رو که ارائه داده تو جامعه به بیان تصویری کشیده و درد یا حرفای دل من رو زد. حرفای دل من رو زد، مخصوصا در فیلم عروسی خوبانش. و آقای کیارستمی مخصوصا در فیلم مسافرش که دقیقا میشه میگفت من یکی از اشکال اون مسافر هستم. علاقه خاصی که داشتم به اون، که اون بچه به خاطر علاقه‌ای که به فوتبال داشت، این میاد با دوربین قلابی بدون اینکه فیلم داشته باشه عکس میگیره، پولی جمع میکنه، میره اونجا و به فوتبال برسه که خواب میمونه و جا میمونه مثل من. و من هم جا موندم، در نظر دادگاه محکومم. دردهای من رو که میخوام فریاد بزنم، بگم، اون چیزهایی که دارم در درونم هست، اون چیزهایی رو که تجربه کردم، اون ناراحتی هایی که دارم، همه این دردها که مخاطبی ندارم، میبینم یک شخصیت خوب این رو میاد، این دردهای من، معضلات رو به بیان تصویری میکشه و به فیلم نشون میده و فیلمشو باعث میشه من بارها برم ببینم که دارن اقلا چهره های کریر شرطمندان آنچنانی، کسانی که روی انسانها معامله میکنن اما توجه به نیازهای ساده شونو که همون نیاز مادی باشه به هر صورتش باشه ندارن. اینی که من مجبور شدم که الان دارم دردمو میگم. بازیگر نه، بازی نمیکنم، دارم حرفمو میزنم، بازی نیست. من فکر کنم که هنر اون تجربه است که انسان در درون خودش حس کرده، تجربه رو اگه بتونه پرورشش بده. این دقیقا نظر خود تولستوی که میگه هنر تجربه احساس شده‌ای که هنرمند در خودش پرورش میده و این رو به مخاطب هنر انتقال میده. و من معتقدم که اون احساسایی که تجربه کردم، احساسای مثبت و اون محرومیت‌هایی که کشیدم، اون ناراحتی‌هایی که داشتم و اون علاقه‌ای که به بازیگری داشتم، اینها رو تجربه کنم، هم بازی رو میتونم خوب بازی بکنم و هم میتونم واقعیت‌های درونیم رو انتقال بدم.